Проблема общественный резонанс способствует, если не полному, то если не сиюминутному, то хабарнигори телевизиони Настоящее время ки як бахши радиои озодӣ аст барои таҳияи гузоришҳо аз рӯзгору мушкилоти муҳоҷирони тоҷик соҳиби ҷоиза шуд. Арслан Мударисов ки бештар бо номи мустаъори Муса Казаков аз Москав гузориш таҳия мекунад, дар озмуне бахшида ба муҳоҷирон ҷоизаи беҳтарин гузориши сол дар бораи муҳоҷирони меҳнатиро аз худ кард. ҷоиза ба хабарнигор дар ғайби ӯ дар маросиме дар душанбе ба бахши тоҷикии радиои озодӣ тақдим гардид. اصلا مهاجرت یکی از موضوعی اصلی رادیوی آزادی است و طور شما میدونید ما همیشه درباره دستاورد و مشکلات مهاجران میگوییم. حتما جایزه به او رسانیده می شود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب‌های خود بازم بیشتر مساعدت می‌کنم. غالیبان آزمون که از 5 بخش عبارت بود در روز جهانی مهاجرت در مراسم خاص با شرکت نمایندگان از سازمان‌های حامی حقوق مهاجران و وزارت مهنت و مهاجرت فعالان شهروندی اعلان شدند. امسال جایزه مهاجر سال به محمد صابیرов یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو سپرده شد. صابیرов به گفته تشبسکاران در سمت حمایت مهاجران و بالا بردن فعالنوکی اجتماعی آنها تلاش‌های چشمرس کرده است. هدف از تشکیل آزمون بهترین حامی حقوق مهاجران جلب توجه جامعه به مسائل و مشکلات مهاجرت بوده است. همچنین ما با تشکیل این جایزه می‌خواهیم افرادی را که در بهبود یافتن وضع مهاجران سهم می‌گذارند معرفی و قدردانی کنیم. در این آزمون امسال 27 نفر از جمله حقوقشناسان و روزنامه‌نگاران نمایندگان سازمان‌های جمعیتی شرکت کردند. اما از این میان 5 نفر غالب دانسته شدند. به گفته داوران آزمون در بخش بهترین گزارش سال درباره مهاجران مطلب‌های ارسلان مدرسов خبرنگار تلویزیونی نستایشی ریمیا بهترین دانسته شدند. بسیار بودن موادها البته از خصوصا موادی که موزا کازاکوف با ما پیشنهاد کرد و در سمت حفظ حقوق مهاجران مهنتی بسیار کارها را انجام رساند باید دستگیری میشد. اصلا با روانه شدن با حفظ حقوق مهاجران مهنتی هنگامی دستگیری کنی خودسرانه هنگامی بازداشت داشتن مهاجران مهنتی و در مسائل پرداخت نکردن مزد مهنتی مهاجران مهنتی سخن. با گفته تحلیلگران در کشوری که قریب هر یک عائله‌اش مهاجر دارد اعلان چنین آزمون‌ها و با این راه دیگر باره جلب کردن توجه جامعه و مقامات به این موضوع مهم است. سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با هدف دریافت رزق و روزی به روسیه می‌روند. مهاجران معمولاً از مشکلات فراوان خود در روسیه از جمله رفتار بد کارمندان پلیس بر رسانه‌ها شکایت می‌کنند.